در 5 آیه سوره ماقبل، در 5 آیه ماقبل سوره بقره ذکر متقین و اوصاف متقین ذکر کرد که متقین که ها ان و چی اوصاف و چی صفات را دارن و خداوند جل جلاله نتیجه آخری آنها را هم ذکر کرد که نتیجه متقین فلاح و سعادت و رستگاری است. و در از آیت خداوند جل جلاله انسانها را در اینجا به 2 گروه تقسیم کرده. اولا در انسانها که به هدایت قرآن و به خود قرآن علنا کفر کردند که آنها را قرآن مسما به کافر کرده. دوم در انسانهایی که در ظاهر با قرآن و به خداوند و به پیغمبر علیه السلام ایمان دارند و در باطن به آنها کفر می‌ورزند که قرآن آنها را مخاطب به منافق کرده. در این چند آیه خداوند جل جلاله ذکر کافرها و احوال کافرها را ذکر میکنه و در آیات ما قبل خداوند جل جلاله به ذکر منافقین و احوال منافقین می اندازه و بیان میکنه آنها را، احوالشان را. خداوند جل جلاله می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم، با تحقیق کسانی که کافر شدن برابر است بالای ایشان انذرتهم که ایشان را بترسانی، این که بیمتی برایشان، ام لم تنذرهم یا که برایشان بیمتی لا یؤمنون ایمان ندارن و ایمان نمی آورن. اینا خداوند جل جلاله به رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک میگه به خاطر تسلی دلش، چون نبی علیه السلام حریص بر این بود که قومش ایمان بیارن، مسلمان شون، از شرک، از بت پرستی و از امثال و انواع کفر اونها دور شون و به خداوند لازال ایمان بیارن و به رسالت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک ایمان بیارن. خداوند جل جلاله به خاطر تسلی دل رسول الله علیه السلام مبارک کی گپ میزنه. کفر در لغت به معنای پنهان کردن. کفار را به خاطر از هم کفار میگم که آنها حقیقت را پنهان میکنن و حقیقتی که میدانن و میفهمن او را پنهان میکنن. میدانن که رسول الله علیه السلام مبارک حق است اما پنهان میکنن، ایمان نمیارن. میدانن که خداوند جل جلاله است اما شرک میورزن. میدانن که روز آخرت است اما کفر میورزن. به این خاطر کافر گفته میشه. و به انسان ناسپاس، انسان احسان فراموش هم حضرات علما رحمهم الله میفرمایند که اطلاق کفر میشه لغتا، البته از نگاه لغت. مثلا به انسان غیر محسن، یعنی به انسانی که با همراهش احسان میشه فراموش میکنه، بر از هم میشه که کافر گفته شه. از کدام نگاه؟ از نگاه لغت. چرا؟ به خاطر که احسان شخصی که با همراهش کرده امور فراموش میکنه. و لغتا اطلاق کفر بالای دهقان هم میشه. چرا؟ به خاطر که دهقان هم دانه را بذر را در زمین پنهان میکنه و در زمین پوت میکنه. به این خاطر او هم اطلاق کفر لغتا سرش میشه. پس کفر در لغت به معنای پنهان کردن و پوشاندن. و در اصطلاح شرع مقدس اسلام کافر به شخصی گفته میشه که از وجود خداوند جل جلاله ایمان داشتن به وجود الله انکار میکنه و از ایمان داشتن به رسالت رسول الله علیه السلام، به روز آخرت، به انبیاء علیهم الصلاه و تسلیمات، به ملائکه انکار میکنه. این را کافر گفته میشه. خداوند میگه که بالای از کفار برابر است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینها را بترسن یا نترسن، اینها ایمان نمیارن. یکی ترساندن انسانهای جنایتکار، انسانهای راهزن، انسانهای دوست، انسانهای غدار و خائن است که مثلا یک دوست به انسان زنگ میزنه، به یک شخص زنگ میزنه که من تو رو میکشم. این ترساندن جدا است، اما انذار این از لقب انبیاء علیهم السلام است. این مختص به انبیاء علیهم السلام است مبارکات و به ورثه رسول الله علیه السلام مبارک. انذار چی نمی؟ انذار ترساندن به همراه شفقت. هر پیغمبر، هر نبی قوم خود را که ترسانده به این اساس ترسانده که آنها را دوست داره، دوستشان داره که آنها در روز آخرت مساس جهنم نشن، مساس آتش خداوند نشن، خداوند برشان عذاب نده. به خاطر اونها را میترسانه. و رسول الله علیه السلام مبارک هم قوم قریش که میترسانه که ای مردم ای مسلمان شه. این انذار نبی علیه السلام به همراه شفقت است. نبی علیه السلام دوست داره یارا که در روز آخرت عذاب نبینه. به خاطر اینها را چی میتن؟ اینها را بیم میتن و اینها را انذار میتن. و نظیر لقب انبیاء علیهم الصلاه و تسلیمات مبارکه میباشد. خداوند میگه بالای کفار برابر است که تو بترسانی یا نترسانی. کفار ایمان نمیاره. علت است چرا کفار ایمان نمیاره؟ خداوند متعال در آیه بعدی ذکر کرده ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر قلبهایشان مهر زده، و علی سمعهم و بر گوشایشان، و علی ابصارهم و بر چشمایشان غشاوة پرده است و لهم عذاب عظیم، و برای اینها عذاب دردناک است. خداوند متعال در این آیت عاقبت کفار ذکر میکنه. عاقبت کفار یعنی است که برایشان عذاب دردناک است. اگر یک شک و تردید در ذهن شما بگرده که وقتی که خداوند بر قلب کفار مهر زده، بر گوش کفار مهر زده، چشمایشان پرده داره و در آخرت در ازیا عذاب همه است، پس اینها خود در کفر خود معذور هستند. اگر خداوند بر قلبشان مهر نمیزد یا گوشایشان مهر نمیزد یا چشمشان پرده نمیشد، شاید اینها ایمان میآوردند.
چرا خداوند جل جلاله هم بالای قلبایشان اینجا مهر زده، هم بر گوشایشان هم چشمه پرده داره، بازم خداوند میگه در آخرت ما برایشان جزا میتم و برای اینها عذاب درناک است. حضرات مفسرین رحمهم الله میفرمایند که در پاسخ از شک و تردید که در ذهن بعض اشخاص شاید بگردد، میفرمایند که کفار و مشرکین با اختیار و آزادی که در دست دارن، اینها دست به شرارت، دست به بدی زدن. خوب میفهمند که الله است، خوب میفهمند که رسالت رسول الله علیه السلام حق است، خوب میدونن که روز آخرت است، ملائکه است، قدرت رب العالمین میبینن، ولیکن با وجود از هم از رسالت رسول الله علیه السلام مبارک انکار میکنن، از وحدانیت خداوند جل جلاله انکار میکنن. امی اعمال زشت خود از یا نسبت شده، علت شده و سبب شده که در قلوب از یا مهر زده شده. چرا که رسول الله علیه السلام مبارک میفرماید وقتی که یک بنده گناه را میکنه در قلب شکل کسی پیدا میشه، و الاخره گناه زیاد میشه و قلب را سیاهی میپوشونه و دیگر مجال برای دخول انوارات الهی در از قلب نمیباشد. و اینکه خداوند جل جلاله چون خالق افعال عباد است، بر ازی خاطر مهر نسبت به خود داده، ورنه اعمال ناشایسته کفار سبب ازی شده که قلبشان مهر زده شده، قلبشان بند کرده شده، قلبشان پوشانده شده و مجرای به خاطر دخول ایمان و به خاطر دخول انوارات الهی در قلوبشان نمانده. خداوند جل جلاله در آیه ما قبل می فرماید و بعد از خداوند جل جلاله میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. در اینجا بعد از اوصاف کفار و احوال کفار خداوند شروع میکنه به ذکر منافقین. حضرات مفسرین رحمهم الله می فرمایند که این آیه در ارتباط با عبدالله بن ابی بن سلول این آیه نازل شده. خاصیت منافقه امی بوده وقتی که با پیش رسول الله علیه الصلاه و السلام مبارک می آمدن یا صحابه ملاقات میشن و برو میشن میگفتن ما با الله و به روز آخرت ایمان آوردیم. وقتی که با شیطانا، با رؤسا، با سردارا، با همراه کفار جای میشدن میگفتن که ما سر مسلمان ها استهزا میکنیم، ما بالای اونها ریشخند میزنیم، ما بالای استهزا میکنیم. خداوند متعال جوابشان میده و من الناس و بعضی از مردم من کسانی هستند یقولو که میگویند آمنا بالله ما ایمان داریم با الله و بالیوم الاخر و به روز آخرت و ما هم مؤمنین و در حالی که ایشان مؤمن نیستند. در اینجا ما یقول من که لفظ مفرد است، یقولو هم ارجاع ضمیر مفرد برای من شده، اما لو ما هم مؤمنین که میبینیم و ما هم نیست که من ولا مؤمنین مؤمن نیستند، امی من مؤمن نیستند، امی کسا مؤمن نیستند. در اینجا ارجاع ضمیر مفرد به لفظ من شده، در اینجا ارجاع ضمیر جمع به لفظ من شده. حضرت علما رحمهم الله میفرمایند که من به اعتبار لفظ مفرد است، اما به اعتبار معنا این جمع می باشه. به این خاطر خداوند متعال یقولو که لفظ مفرد است راجع برش کرده و در ما هم مؤمنین در اینجا راجع به طرف معنای من شده. یخادعون الله، امی کفار امی مشرکین در گمان خود فریب میدهند الله را، در حالی که الله را فریب دادن نمیتونه. عقل اینها قاصر است، اعمال قاصر اینها اینا را به گپا وادار میکنه. والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن و ما یخدعون، خداوند متعال انکار اخداع زره میکنه، میگه و ما یخدعون و اینها فریب نمیدن الا انفسهم مگر نفسایشان و ما هم یشعرون و اینها شعور ندارن. اینها در این فکر هستن که ما خداوند را بازی میتیم، ما خداوند را فریب میتیم الیاذ بالله، در حالی که یا خدا را فریب نمیته یا خود فریب میته، یا جان خود را به دست خود به جهنم رب العالمین میندازن، یا خود را در دوکه و در فریب قرار دادن و توسط وساوس رؤسا و سردارای شیطانایشان. فی قلوبهم مرض، خداوند میگه در قلب‌های از این منافقین مرض است. این مرض میتونه که هم جسمی باشه هم روحی باشه. مراد از مرض نفاق است. مرض روحی خوب که از روح اینها خوب تشویش است، ذهن اینها به تشویش. و مرض جسمی چه رقم است؟ مرض جسمی از این است که میترسن که مبادا که سر از این نفاق که ما در دل داریم روز رسول الله علیه السلام مبارک خبر شوه، مبادا که خداوند جل جلاله این نفاق ما را آشکار نکنه. امی چرت و فکر را میبرد که آخر اعصابشان نارام، دلشان ناقرار و اینها مریض میشن. این مرض هم روحی میتونه باشه و هم جسمی میتونه باشه. فی قلوبهم مرض، در قلبای کفار، در قلبای منافقین که مرض است. فزادهم الله مرضا، زیاد کرده الله جل جلاله مرضا در قلوب اینها از روی مرض، یا زیاد بگردن الله جل جلاله مرض اینها را و لهم عذاب علیم، و برای اینها عذاب دردناک است بما كانوا یکذبون، و سبب آنچه که اینها تکذیب کردن، تکذیب خدا وحدانیت الله جل جلاله را کردن، تکذیب روز آخرت کردن، تکذیب رسالت رسول الله علیه السلام مبارک را کردن. یکذبون اردو قرائت آمده، هم یکذبون آمده هم یکذبون آمده. بما كانوا یکذبون هم سید بما كانوا یکذبون هم سید، ولیکن مشهور قرائت بما كانوا یکذبون است. و اذا قیل له، وقتی گفتش برای مشرکین و برای ازینمی منافقین لا تفسدوا فی الارض، شما در روی زمین فساد نکنین، قالوا میگن انما با تحقیق ما که هستیم، نحن مصلحون، ما اصلاح کنندگان هستیم. وقتی که برای میگن که شما با اعمال ناشایسته و با اعمال خرابتان در روی زمین فساد نکنین، یا میگن که انما نحن مصلحون. انما حرف
انحصار است، لفظ انحصار است. اینها امی اصلاح را کلش منحصر به لفظ خود در جان خود میکنن، به این خاطر اینکه انما به تحقیق ما هستیم، نحن ما هستیم، مصلحون ما اصلاح کنندگان هستیم. پس انسان باید مصلح و مفسد را بشناسه. مصلح اما کسی است که جان خود را در هلاکت نمیبرده، مفسد کسی است که جان خود را و از دیگران هم در هلاکت میندازه. الا خداوند متعال میگه الا انهم هم المفسدون، با خبر که خود از منافقین، خود از کفار که اینها مفسدین هستند، ولکن لا يشعرون، ولیکن شعور ندارن، عقل و فکر درک ندارن که اینها مفسد روی زمین، اینها فساد و اعمار نشسته و خراب خود میکنن. و اذا قیل لهم، وقتی که بر اینها گفته شود مثل عبدالله بن ابی بن سلول و یا دیگر منافقین ابو جهل فلان و فلان، آمینو شما ایمان بیاورین کما آمن الناس، مثل که ناس، مراد از ناس صحابه به اتفاق تمام مفسرین حضرات رحمهم الله، مراد از آن ناس صحابه کرام است و مثل که صحابه کرام ایمان آوردن. قالوا یا میگوین انؤمن، آیا ما ایمان بیاریم کما آمن الصحابه، مثل که العیاذ بالله صفها ایمان آوردن، بی عقلا ایمان آوردن. خداوند جل جلاله جوابشان میده که الا انهم هم الصفها، با خبر که این منافقین کفار خودشان بی عقل هستند، ولکن لا يعلمون، ولیکن ها علم ندارن. با بی عقلی خودان هم علم ندارن، با نادانی خودان هم علم ندارن، با نفهمی خودان هم علم ندارن، در حالی که اینها عالم نیستن، اینها جاهل هستند. با وجود این جهالت بر دیگران خطاب صفحات را، بر دیگران خطاب کم علمی را، بر دیگران خطاب جهل را میکنن. پس معیار در میان کفر و اسلام امی است که انسان اعمالی که صحابه کرام انجام دادن، انسان مسلمان باید همو را انجام بده. عقیده که صحابه کرام داشتن، انسان مسلمان باید به همو عقیده باشه. خداوند جل جلاله میگه در ارتباط با منافقین و اذا لقوا الذين، وقتی که ملاقات شوند کسانی که آمنو ایمان آوردن، وقتی که ملاقات شوند که امی منافقین با کسانی که ایمان آوردن، قالوا میگن آمنا، ما ایمان آوردیم، خب میگه ما به الله ایمان آوردیم، ما به روز آخرت ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى الشیاطین، وقتی به سردارشان و رؤسایشان میاجاشون، به همراه ابو جهل، به همراه عتبه بن شیبه، به همراه فلان فلان، میگن که ما به همراه شما هستیم. قالوا انا معكم، میگن که ما به همراه شما هستیم. انا نحن مستهزئون، ما بالای اونها استهزاء میکنیم. استهزاءشان به این است که مسلمان ها را ساده له اونها فکر کردن، مسلمان ها را ساده فکر، مسلمان ها را کم عقل فکر، در حالی که بالای خود اینها استهزاء میکنن، بالای خود ریشخند میزنن. خداوند متعال جواب استهزاءشان میده. الله یستهزئ، خداوند جل جلاله بالای از استهزاء میکنه. از شان خداوند متعال بعید است که خداوند استهزاء بکنه، اما اینجا مطلب این است که الله یستهزئ، خداوند جزای استهزاء اینها را میده. و یمدهم، و اینها را مهلت میده که اینها گناه کرده برن، جرمشان زیاد شد، جرمشان زیاد است، تا بالاخره خداوند متعال جزای سنگین‌تر از بده. و یمدهم، و اینها را مهلت میده فی طغیانهم، در سرکشیشان، یعمهون سرگردان میگردن. بس اولئک الذین، خداوند متعال یک تشبیه میده امی منافقین و امی کفار، تشبیه میده مثل یک خریدار، یک مشتری که پول از یا هدایت باشه و کفر از یا ضلالت باشه. در اینجا خداوند جل جلاله تشبیه داده امی کافر بچی به مشتری، تشبیه داده اولئک اینمی کافر کسان الذین، کسانی هستند یا اینمی مشرکین، کسانی هستند منافقین، کسانی هستند اشتروا که خریدن الضلالت، گمراهی را، بالهدى در مقابل هدایت. خودت تجاره هستند که با تجارت هم نمیفهمند، در تجارتشان هم نقص است. فما ربح تجارتشان فایده نکرد برایشان، و ما کانوا مهتدین، و نه ایشان راه یابندگانند. و دیگه که صفت عجیبی از اینها را ذکر میکنه، مثلهم یکی مثل است، یکی مثل است. حضرت علما رحمهم الله میفرمایند که مثل به معنای مانند، به معنای نظیر، اما مثل صفت عجیبی هر شی را گفته میشه. مثلهم صفت عجیبی از منافقین و از کفار، كمثل الذی استوقد نارا، و مثال کسی از او در داده باشه آتش را، فلما اضاءت ما حوله، وقتی که روشنی بکنه ما حول اطراف از را، ذهب الله بنورهم، خداوند متعال ببره نور اینها را، و ترکهم، اینها را ترک بکنه فی ظلمات، در تاریکی هایی که لا یبصرون، نمیبینن. امی مثال کافرها به مثال کسی است که در یک دشت بسیار تاریک روان باشند و بسیار شدت تاریکی باشه. اینا میگیرن به همراه خود یک روشنایی را، روشنایی وقتی که خداوند متعال روشنایی از ذهابش رو ببره، اینها در تاریکی ها روان هستند، در انواع تاریکی. در اینجا میتونه که هر نوع خطر اینها را تهدید بکنن. چرا؟ به خاطر که میشه که اینها در درنده اینها را بخوره، در چقوری، در چای بفته و دیگر مصائب مصیبت ها بالا اینها به. مثال کافران همین است که روشنایی که اسلام است او را اعلام کردن، در دلالت در گمراهی، در تاریکی که کفر است روان هستند. اسلام روشنایی است، به سبب اسلام و سبب مسلمان شدن میتونن که اینها با مقصد و هدف اعلایی که او رسیدن به جنت است بدانند که برسن، اما به همراه کفر که ظلمات است، تاریکی ها است، میتونن که بکند اسکن های خداوند جل جلاله اینها را بره و اینها را میبره. خداوند متعال میگه که سمون، اینها کر هستند، بکمون کور هستند، عمیون صمون، اینها گنگ هستند، بکمون کر هستند، عمیون کور هستند، فهم لا یرجعون، اینها چی ندارن، در حالی که اینها رجوع نمیکنن به خداوند جل جلاله. خداوند جل جلاله در دیگه آیات اینها را
صفت عجیبشان بیان میکنه. او کصیب من السماء، مثال اینها مثال ابر است یا مثال باران است از آسمان. فيه ظلمات که در او تاریکی ها باشه، و رعد و آواز ترسناک و هولناک باشه، و برق و برق باشه که به اصطلاح عام کلی بر از الماسک برش میگن. یجعلون و میگردن اصابعهم انگشتایشان را فی آذانهم در گوشایشان من الصواعق از ترس آواز، از ترس امو آواز هولناک و آواز ترسناک، حذر الموت از ترس مرگ. والله محيط بالكافرين، والله جل جلاله احاطه کننده به کافر است. يكاد البرق يخطف ابصارهم، نزدیک است که امکادات افعال مقاربه است. يكاد نزدیک است البرق برق المساك يختفوا که ببره برو بایا ابصارهم روشنی چشمای اینها را، كلما اضاء لهم مشوا هرگاه که روشنی شو مشوا فی میروند در آن، و اذا اظلم علیهم وقت که تاریکی کرده شو بالایشان قاموا استاد میشن، ولو شاء الله اگر بخوای خداوند جل جلاله لذهب میبره بسمعهم شنوایشان و ابصارهم روشنیشان بینایشان را، ان الله على كل شيء قدیر، خداوند جل جلاله برای هر چیز قادر است و توانا است. در این آیات های متعدد خداوند جل جلاله احوال منافقین را و عاقبت منافقین ذکر کرد. عاقبت منافقین جهنم رب العالمین است. از کافر کرده هم سخت‌تر خداوند جل جلاله عذاب بر کافر میتا، خداوند جل جلاله بر منافق میتا. در دیگه آیت خداوند جل جلاله میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در آخرین نقطه جهنم خداوند جل جلاله منافقین را قرار میتا. و امین نفاق کلان مرض مهلک است. آیا این نفاق تنها در عهد رسول الله علیه الصلاه و السلام مبارک بود یا در این زمانه هم است؟ حضرات مفسرین رحمهم الله میفرمایند در او زمان که منافق وجود داشت، ولیکن میشت به طریقی وحی بر رسول الله علیه الصلاه و السلام مبارک خداوند متعال نشان میده که فلانی و ولد فلانی، فلانی ولد فلانی منافق است. اما در این زمان او منافق وجود داره نداره، بلی در این زمان هم منافق وجود داره. یکی که منافق از طریق وحی انسان میشناسه، مثل که انبیاء علیهم السلام وحی شد که در حق عبدالله بن ابی بن سلول وحی شد. و دیگه ای که منافق را از اعمالش میشناسه، هر عمل هر انسانی که مخالف به یقینیات و قطعیات دین بود برای از اون منافق ما گفته میشن. اما در مسائل فروعی نه، بلکه در مسائل قطعی و یقینی که به نصوص صریح قرآن متعال حرمت و حلت از او ثابت شده باشه، در این زمان هر کس که مخالف از او عمل کرد و عملش مخالف از او بود و امور یقین پنداشت برای از منافق گفته میشه. خداوند جل جلاله در دیگه آیه میگه که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای ناس ای مردم، اعبدوا مراد از مردم دیگه مطلق مردم است، ام مسلمانان را شامل میشه، ام کافران را شامل میشه، ام منافقین را شامل میشه، تمامشان شامل میشه. یا ایها الناس ای مردم، اعبدوا امر از خداوند متعال امر میکنه که عبادت بکنین، ربکم الذی پروردگارتان را، خلقکم و پروردگاری که شما را خلق کرده، شما را خلق کرده، والذین من قبلکم کسانی که پیش از شما آبا و اجدادتان متونها را خلق کرده، لعلکم تتقون تا که شما پرهیزگار شوین. و خداوند جل جلاله بعد از این نعمت خود را ذکر میکنه، الذی جعل لكم الارض فراشا، خداوند جل جلاله ذات است که زمین فرش گشتنده، طور زمین نگشتنده که نرم باشه که در از اون انسان فرو بره، فقط میانه گشتنده زمین که انسان بالای از او زندگی و معیشت خود را به پیش ببره. در اصل زمین در اصل که بود شکل کروی را داشت، شکل مدور داشت. بعد از این اصلا خداوند جل جلاله این زمین که پیدا کرده به خاطر زندگی انسان ها، به خاطر که انسان ها از بهره بگیرن و بالای زندگی کنن، چون این زمین صلاحیت زندگی نداشت. بعد از خداوند جل جلاله اکوهار من حیث وطات و میخ بالای از زمین نازل کرد. اگر ما متوجه باشیم وقتی که میخوایم یک میخ را در دیوار فرو ببریم، کوشش میکنیم که قسمت اعظمی میخ در دیوار فرو بره تا که موازنه به همراه خود داره. این کوهاری که میبینیم دست چند در زمین فرو رفته تا که زمین از تحرک، از اضطراب و از لرزش نگاه کرده. خداوند میگه که والجبال اوتادا و ما این کوهارا ما مثل وطادا وتیم. الان الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، و آسمان خداوند مثل سقف بالای ما نازل کرده. و انزل و جمله نعمت دیگه خداوند جل جلاله چی از دوستا، و انزل و خداوند متعال نازل کرده من السماء از آسمان ما ان آب را. یا شاید بعضی کسا بگه که خب آب از آب پیدا میشه، ولیکن در روز مشهور می است که باران که بیکوله که باران از آسمان میاد و مثل که لله الحمد میاد باران بسیار به ندم، بسیار به آرامش و بسیار به زیبایی روان است. خداوند جل جلاله دیگر هم ذاتش بگردانه. باران هم از نعمت های خداوند جل جلاله است، ولیکن فقدانیت از باران، فقد از باران، گمی از باران، دوری از باران که است ارتباط با اعمال رذیل عواقبه مسلمان ها دارد. اعمال بعد ما سبب میشه که باران بالای ما قطع میشه، نعمت خداوند بالای ما قطع میشه، ولیکن ما هم با وجود که باران بالای ما نمیشه، این نعمت خداوندی قطع است، باز هم به الله تضرع نمیکنیم. عجیبه خداوند متعال عفو بکنه، عجیبه مخلوق است. و انزل و خداوند جل جلاله نازل کرد من السماء از آسمان ما ان آب را، فاخرج با سبب از این می آب، فاخرج به بس خارج میکنه خداوند متعال به به سبب از این می آب من الثمرات از میوه ها.
از انواع و اقسام میوه ها خداوند متعال، سیب یک میوه خداوند است، انگور دیگر، انار دیگر، اقسام انواع میوه ها خداوند متعال که تمام اینها نمایش قدرت رب العالمین است برای ما که ما تفکر در ذات اقدس خداوند جل جلاله داشته باشیم و فکر بکنیم خداوند متعال چقدر قادر است که از یک چوب خشک، از یک چوب برای ما انواع و اقسام میوه های شیرین را پیدا میکنه. این دلالت به قدرت خداوند جل جلاله میکنه و این نعمت های خداوند جل جلاله است. ما نمیتونیم که یک نعمت وجود ما سالم که داریم این خودش نعمت خداوندی است و این نعمت های غیر خداوند جل جلاله و این نعمت های دیگر خداوند جل جلاله از بالای ما باید سپاسگزاری از تمام نعمت خداوند جل جلاله داشته باشیم. سپاسگزاری از نعمت الله جل جلاله است که ما كما حقه خداوند جل جلاله را عبادت بکنیم. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس خارج میکنه خداوند جل جلاله به واسطه از آب رزق از میوه ها از انواع و اقسام میوه رزق لكم برای شما رزق. فلا تجعلوا، پس شما نگردن لله بر الله جل جلاله اندادا نیت شریک و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانین میفهمین خداوند جل جلاله